سلام بر وکس دوست داشتنی. امروز اومدیم سراغ پوکو X7 پرو. بعد از 1.5 سال میخوایم ببینیم چطوری با فن خونش کننده. خودتون هم میدونید که 120 فریم پشتیبانی میکنه. وقتی لند کرد فریم های دور 110 الی 100 داشت. وقتی از هواپیما پرید حدود 90 الی 110 داشت. هنوزه عملکرد خودشو عالی عمل کرده. تو ویدیو یه روزه که گذاشتم گفتم اگر میخواید گوشیش یا 17 پرو مکس 15 پرو رو تست پابجی و کال آف بکنم، لایک و ساب بکنید و پیام بدید بدانم که دارید ویدیوهای منو نگاه میکنید. هنوز چه خوبه، ولی این اگر هم میخواهید تست و مقایسه اینفینیکس GT3 پرو با پوکو X7 پرو رو بذارم، حتما لایک و کامنت بذارید. در بعضی جاها هم تراش محدودش میکنه گوشی رو و باعث میشه افت فریم داشته باشه. به خاطر همین به گوشی اینفینیکس GT3 پرو نمیرسه، ولی کنترل دمای خوبی داره. وقتی میره توی مود فریم ریت دور 90 الی 105 میچرخه، یعنی اینکه اصلا بعد از 1.5 سال مثل X6 پرو بهتر نیست. اگر هم میخواید یه پارت دیگه از X7 پرو بذارم، حتما ساب و کامنت بذارید. وقتی توی درگیری ها میره افت فریم خیلی هم نه، خیلی کمی افت فریم داره. و این هم بگم که پوکو X7 پرو حدود 4 سال امنیت
6 سال امنیت به روز رسانی میگیره و 4 سال هم اندروید به روز رسانی اندرویدی میگیره. لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ با یه ویدیوی دیگه. پیس.